وقتی با دوستان و آشنایان احوال پرسی می‌کنی این جملات طعنه‌آمیز را به کار نبر، چرا که این جملات رابطه دوستانه را از بین میبرد و دیگران آرزوی قطع رابطه با تو را خواهند داشت. 1. دیگه حال ما را نمیپرسی و سمت ما نمیای. 2. ما را دوست نداری که با ما حرف نمیزنی. 3. یعنی ما ارزش یک زنگ زدن را هم نداریم. 4. راهت را گم کردی که سمت ما آمدی. 5. چقدر چاق شدی. واو، چقدر لاغر شدی. 6. آفتاب از کدام طرف برآمده که یادی از ما کردی. ممنون که این ویدیو رو دیدید. در ویدیوی بعد جمله های جایگزین را با شما در میان خواهم گذاشت.